ای مهربان خدا و ای پدر آسمانی، تو را که یگانه خدای واحد حقیقی هستی می ستاییم و پرستشت می کنیم و می گوییم جلال بر تو باد، جلال بر تو باد ای قادر توانا و پرمحبت. تو را شکر می کنیم که این روز را به ما عطا کرده ای تا در شادی و عنایات و رحمت تو شریک شده و فیض بگیریم. بارالها شکرت می کنیم که نه فقط به دعای ما گوش می دهی، بلکه از رحمت خود دعاهایمون رو مستجاب می کنی و جواب می دهی. تمنایی که در این ساعت به درگاه تو تقدیم می کنیم ای خداوند این است که ای طبیب طبیبان و ای پدر مهربانی، مریضان و مجروحان جان و جسم را با کلام پرقدرت خود شفا بده، مخصوصاً شنوندگان عزیزی که به تو روی آورده و طلب شفا رو دارن. استدعا داریم ای خداوند که امر تو در زندگی آنان آشکار بشه و تو با قدرت معجزه سایت به نام عیسی مسیح آنها را شفا بده تا بدانند که به راستی تو با آنها هستی. این دعا را نه به لیاقت و شایستگی خود بلکه به خاطر و لیاقت منجی جهان یعنی عیسی مسیح زنده که به اسم تو و قدرت تو مردگان را زنده می کرد و مریضان را شفا می بخشید می طلبیم. آمین. صدای انجیل تقدیم می کند مطالعه و بررسی رساله حضرت پولس رسول به فیلیپیان، 11مین قسمت از انجیل مقدس. حضرت اشعیا در رویایی که 700 سال قبل از ظهور عیسی مسیح به این عالم می‌بیند، منجی بشریت را وقتی می‌بینه که بر روی صلیب جانش را به خاطر انسانها فدا می‌کند، می‌گوید او غم‌های ما را بر خود گرفت و دردهای ما را بر خویش حمل نمود و ما او را از جانب خدا زحمت کشیده و مضطرب و مبتلا گمان بردیم. او مظلوم شد اما تواضع نموده دهان خود را نگشود. او مظلوم شد، تواضع نموده دهان خود را نگشود و به جهت گناه قوم مضروب گردید. حضرت اشعیا مسیح را پادشاه غم‌ها و مردی که تمامی غم و افسردگی‌ها و ناامیدی‌های دنیا را بر دوش خود حمل کرده است و بارهای افسردگی مردم را بر خود نهاده است می‌خواند. با تمام این وجود متوجه می‌شویم که او صاحب شادی و تسلی و آرامی بود که بالاتر از هر تصور و خیال بشری بوده و حتی دنیا نیز نتوانسته است به معنی و ارزش و مفهوم آن پی ببرد. مسیح با عجیب ترین و درد آورترین نوع مرگ در عالم روبرو میشه. با این حال قبل از مصلوب شدنش رو به شاگردان خود کرده و میگوید این را به شما میگویم تا خوشحالی من در شما باشد و شادی شما کامل گردد، تا شادی که من دارم در شما باشد و بدین وسیله شادی شما کامل گردد، زیرا بدون شادی که مسیح دارد شادی بشر کامل نیست. در عیسی مسیح شادی و تسلی بود که هیچ غم و اندوهی، هیچ نیرویی، حتی مرگ قادر به نابود کردن آن نبوده و نیست. و آنانی که به عیسی مسیح ایمان می‌آورند این افتخار رو دارند که در حضور او کمال خوشی رو تجربه کنند و آن را بیابند. با این حال جای تأسف است که مسیحیان بسیار کمی از این افتخار استفاده کرده و در شادی حقیقی و جاودانی که خدا سرچشمه آن است شریک و سهیم می باشند. برعکس آنها در زیر ابرهای ناامیدی و یأس و افسردگی زندگی می کنند، در حالی که می توانند در شادی آسمانی و خورشید حیات عمر خود را به سر بیاورند. راستی چه چیزی این شادی را از مسیحیان دزدیده است؟ چه چیزی سبب شده که مسیحیان بسیار کمی از نعمت شادی حقیقی بهره‌مند بشن؟ شادی که تسلی میاره، تسلی که بر هر چیزی ارجحیت و توانایی دارد. جواب این سوال را در رساله‌ای که در اختیار ماست میتوان یافت.
حضرت پولس در سال 62 میلادی در حالی که در زندان امپراتوری روم به سربازان گارد مخصوص زنجیر شده بود، پس از ملاقات با کشیش و فرستاده مسیحیان شهر فیلیپی از یونان این رساله را برای آنان می‌نویسد. موقعیت حضرت پولس در این زمان چنان بود که ظاهراً هیچ دلیل و برهانی برای رسول خدا وجود نداشت که شاد باشه و یا تسلی خاطر و آرامی فکر در زندان داشته باشه و از زندگیش لذت ببره. زیرا او در زندان بود، اسیر بود و به زودی حکم مرگش صادر می شد. و نه فقط آن، بلکه کسانی که تازه در روم مسیحی شده بودند به دو گروه تقسیم شده بودند. گروهی طرفدار پولس رسول بودند و او را به خاطر زندانی بودنش می ستودند و گروهی دیگر مخالف او و از او انتظار داشتند که در این ایام بشارت ندهد تا شاید مورد لطف و کرم امپراتور روم قرار بگیره و آزاد بشه. این گروه در حقیقت درد بیشتری را به زندگی پولس وارد می‌کردند و زندگی را برای این مشکل تر می‌ساختند. با تمام این احوال پولس از شادی زاید الوصفی پر بود. او شادمان بود. چرا؟ چه چیزی سبب شادی پولس بود؟ چه چیزی در حین مرگ به انسان این چنین شادی می‌بخشد که درد مرگ و انتظار مرگ را از او دور کند؟ جواب در یک کلمه خلاصه می‌شد و آن هم فکر بودن حضرت پولس با منجی خود عیسی مسیح. 15 بار حضرت پولس این کلمه را به طور مستقیم و غیر مستقیم به کار میبرد و 16 مرتبه کلمه به خاطر بیاورید را به کار میبرد و بیش از 40 بار نام مقدس منجی و یا عامل شادی زندگیش یعنی عیسی مسیح زنده را ذکر میکند و این نشان میدهد که راز شادی حقیقی هر مسیحی بستگی به این دارد که چگونه فکر میکند. این رساله نحوه به دست آوردن شادی خدایی رو بیان می دارد، ولی نه اینکه بخواهد به آدمی یک احساسی بده و یا او را وادارد که فکر کند که همه چیز خوبه و به او تلقین کنه. این رساله هرگز روش تلقینی و یا شستجوی فکری رو برای به دست آوردن شادی و آرامی قبول ندارد، بلکه این رساله یا این کتاب آشکار میکنه که آن عاملی که این شادی رو از ما گرفته چه می باشد و به اصطلاح دزد را به ما معرفی میکنه و ما باید آماده باشیم که بر او تسلط یافته و او را از بین ببریم تا شادی خود را بازیابیم. و این رساله 4 دزد را به ما معرفی می کند. اول، موقعیت زمانی که باعث از دست دادن شادی میشه. دوم، انسانها. سوم، چیزها و وسایل نظیر مال و اموال. و چهارم، نگرانی. البته این 4 عامل در زندگی مسیحیان دزدان شادی نامیده شدند. اما آنانی که هنوز مسیحی نیستند سوای این 4 دزد بزرگترین درد و علت نداشتن شادی را همان گناه و علاقه به آن و زیستن در آن دانست. به زبان دیگر کسانی که هنوز مسیحی نشده‌اند علت این که از شادی خدا محروم هستند اینی که در گناه زندگی می‌کنند و علاقه‌ای به ترک گناه ندارند. فراموش نکنید که حضرت پولس این رساله را برای ایمانداران می‌نویسه و نه غیر ایماندار. حالا که 4 دزد اصلی رو شناختیم بایستی 4 عکس العمل در برابر آن نشان بدهیم تا شادی خود را که عطیه است آسمانی و بر اثر ایمان به عیسی مسیح و بخشش گناهانمون نصیبمون میشه را حفظ کنیم. این 4 عطیه عبارتند از اول، یک فکر بودن یا شک نداشتن. دوم، فکر فروتنانه داشتن. سوم، فکر روحانی داشتن یا صاحب بصیرت روحانی. و چهارم، اعتماد و اطمینان در فکر. شاید برای شما این موضوعات کمی ثقیل باشه، ولی با مطالعه این رساله متوجه این موضوعات خواهید شد. در فصل اول حضرت پولس تأکید به همفکر شدن با منجی زنده میکنه تا بدین وسیله از شادی آسمانی بهره مند شویم که از شما دعوت میکنم اگر انجیل مقدس را در اختیار دارید آن را به فصل اول از رساله حضرت پولس به فیلیپیان بگشایید تا از آیه 19 آیات را براتون مطالعه کنم و شما خودتون شاهد این حقیقت باشید. پیام ما را از رادیو صدای انجیل میشنوید. حضرت پولس رو به مسیحیان شهر فیلیپی کرده و میگوید زیرا میدانم
که به نجات من خواهد انجامید به وسیله دعای شما و تایید روح عیسی مسیح. بر حسب انتظار و امید من که در هیچ چیز خجالت نخواهم کشید، بلکه در کمال دلیری، چنان که همیشه الان نیز مسیح در بدن من جلال خواهد یافت، خواه در حیات و خواه در موت. زیرا مرا زیستن مسیح است و مردن نفع. ولیکن اگر زیستن در جسم همان کار من است، پس نمیدانم کدام را اختیار کنم. زیرا در میان این دو سخت گرفتار هستم، چنان که خواهش دارم رحلت کنم و با مسیح باشم، چون این بسیار بهتر است. لیکن در جسم ماندن برای شما لازم تر است. اجازه میخوام این آیات رو یک بار دیگه به زبان ساده تر بخونم و بعد به معنی آیات بپردازم. حضرت پولس میگوید شادمانی که من در قلبم دارم هرگز پایان نخواهد پذیرفت، چون میدانم تا زمانی که شما ایمانداران عزیز برایم دعا میکنید و روح پاک خدا به من کمک میکند، تمام این وقایع به نفع من تمام خواهد شد. به این امید و انتظار زندگی میکنم که هرگز کاری از من سر نزند که از خودم خجالت بکشم، بلکه همیشه حاضر باشم در تمام این سختی ها با کمال دلیری از مسیح صحبت کنم، همانطوری که در گذشته این کار را کردم، تا همیشه چه زنده باشم و چه بمیرم باعث سربلندی مسیح باشم، چون برای من زندگی یعنی مجالی که به مسیح خدمت کنم و مرگ یعنی فرصت بهتری که با مسیح باشم. ولی اگر زندگی به من فرصت‌هایی بدهد که بتوانم مردم را با مسیح آشنا کنم، آن وقت واقعا نمیدانم کدام بهتر است، مردنم یا زنده ماندنم. گاهی میخواهم زنده بمانم و گاهی نمیخواهم، چون آرزو دارم پیش مسیح بروم. خوشحالترم بروم تا اینکه در این دنیا بمانم، ولی حقیقت این است که اگر بمانم میتوانم بیشتر به شما کمک کنم. در این آیات حضرت پولس به مسیحیان فیلیپی ضمن تشکر از دعاهاشون میگه که کماکان برای من دعا کنید، زیرا خدا جواب دعاهای مؤمنین را میدهد و اگر اراده او باشد من از زندان آزاد خواهم شد. لغت به وسیله دعاها اشاره به کار شفاعت عیسی مسیح نیز می کند، زیرا همه دعاهای مسیحیان باید به وسیله مسیح و به خاطر لیاقت او و به نام او به درگاه خدا تقدیم شود. در آیه 20 پولس رسول میگوید که او نمیخواد تا زمانی که در این عالم زنده است عملی مرتکب بشه یا حرفی بزنه که باعث شرم و خجالت نام مقدس عیسی مسیح باشه، و اینکه نمیخواد در روز داوری، یعنی وقتی که در حضور عیسی مسیح میسته، به خاطر غفلت در انجام وظیفه‌ای که به او محول شده است شرمنده بایستد. برای همین است که شهید شدن برای بشارت انجیل یا به خاطر مسیح رو با جان پذیرا می باشد. حضرت یوحنا در رساله اول خود یادآور می شود که وقتی که مسیح دوباره به جهان برگردد و ایمانداران را به حضور خود حاضر کند، عده‌ای در حضور مسیح شرمنده خواهند شد، زیرا نسبت به وظیفه‌ای که منجی جهان به آنان محول نموده است کوتاه آمده‌اند. و دوستان عزیز، من و شما که به مسیح ایمان آورده ایم بایستی متوجه این حقیقت مهم باشیم و آن را دائما در مد نظر داشته باشیم. جای تأسف است که خیلی از ایمانداران چشم انتظار بازگشت مسیح رو نمیکشن. میدانی چرا؟ چون در وظیفه خود، در مسئولیتی که خداوند از آنان انتظار دارد کوتاه آمدن. ایماندار هستید اما وظیفه شناس نیستید. این نوع افراد در آن روز در حضور منجی خود شرمنده خواهند بود. حضرت پولس میگه من نمیخواهم در حضور منجیم شرمنده باشم. پس اگر مرگ من باعث جلال نام او و انجام اراده او گردد، آن را به جان پذیرایم. و این فلسفه زندگی هر مسیحی باید باشد. از آیه 21 هدف و مقصود حضرت پولس از زندگی رو ملاحظه می‌کنیم. برای او چه زنده باشد و چه مرده، مسیح بالاترین هدف و مقصود نهایی است. این فلسفه زندگی حضرت پولس بود. کلمه نفع اشاره به اضافه شدن به همان چیزی است که در صحبته، یعنی زندگی. به زبان دیگر حضرت پولس میگه اگر من بمیرم به نفعمه، نفع میکنم. به زبان دیگر به زندگیم اضافه میشه که مقصود او همان حیات جاودانی است و یا پیش مسیح خواهم بود. دوستان عزیز،
اگرچه برای من مدت بسیار زیادی طول کشید تا دریابم که هدف زندگیم را نه فقط به وسیله حرف بلکه عملاً مسیح بدانم، ولی به من ثابت شده کسی که به عیسی مسیح تکیه می کند و ایمان و اعتماد خود را به او می نهد از زندگی ابدی و نعمات آن بهره مند شده و به راستی صاحب حیات و بخشش گناهان میشه و تا ابدالآباد، حتی پس از اینکه روحش از این جسم بگریزد، در حضور او که زنده و جاودانه است خواهد بود. پولس رسول با چشمان خود مسیح زنده را دیده بود، با گوشهای خود صدای او را شنیده بود، با دستهای خود شاهد معجزاتی بود که مسیح به وسیله او انجام میداد. حقانیت مسیح از روز روشن برایش آشکارتر بود و میدانست که جز مسیح هیچ راه و طریق دیگری وجود ندارد که انسان گناهکار و گمراه بتواند به سوی خدا برگردد. هیچ نیرویی، هیچ بلایی، هیچ جفایی قادر نبود که خللی در چین عشق و محبتی که پولس رسول به مسیح زنده داشت وارد کند و برای همین بود که در چین حالتی در شادی و تسلی خاطر زندگی میکرد، در حالی که هر انسان دیگری غم و اندوه و افسردگی سراسر وجودش رو پر میکنه. او با مسیح زنده حرف میزد، او صدایش را میشنید و حضور او را مشاهده میکرد. شاید بگی که اگر من هم جای پولس رسول بودم و اگر من هم با چشمان خودم مسیح زنده را امروز میدیدم، آن وقت من هم مثل پولس به خاطر نام مسیح جان فدا میکردم. دوست عزیز، اولا عیسی مسیح خود فرمود خوشا به حال آنانی که ندیده ایمان بیاورند، زیرا خود علامت داشتن ایمان حقیقیه. و در ثانی امروز عیسی مسیح با کلمات خودش با من شما بیشتر صحبت میکنه، ولی آیا شما صدای او را میشنوید؟ امروز عیسی مسیح در رویاها و خوابها به بسیاری ظاهر شده و میشود. سوال مهم اینه که اگر او به شما ظاهر بشه به پیامش گوش میدهی؟ آیا خواستی که او به تو ظاهر بشه؟ آیا از منجی زنده تمنا کرده ای که ای کلمه حق، ای کلمه خدایی، روح خداوندی، خودت رو به من نشان بده چون اشتیاق تو رو میکشم؟ امروز بیش از هر زمانی حقانیت پیام و راه و تعلیمات خدایش بر ما آشکار گردیده، ولی چه عکس العملی در برابر آن نشان داده ای؟ خوشا به حال آنانی که ندیده ایمان میآورند، چون بر اثر چنین ایمانی است که خدا روزنهای آسمان و ملکوت خیش را بر روی آنها میگشاید. پولس رسول میفرماید ای ایمانداران عزیز، من بین این دو طریق واماندم. از یک سو میخوام هر چه زودتر از این دنیای فانی خلاص بشم و به حضور خداوند و منجی خود عیسی مسیح بروم، ولی از طرف دیگر میبینم که اگر زنده باقی بمانم آن وقت میتوانم شما را در امور معنویت و ایمانتون یاری داده و با تعلیم دادن شما از کلام خدا ایمانتون رو قوی تر سازم. نمیدانم کدام راه را از خدا بخواهم. آیا التماس کنم که مرا از این دنیا ببرد و یا مرا از زندان آزاد کند و یا او را در این دنیا خدمت کنم؟ من میخواهم او را خدمت کنم، زیرا برای من مسیح زندگی است. او هدف غایی و نهایی من میباشد. در ادامه گفتارش از آیه 25 الی آخر فصل میگوید و چون این اعتماد را دارم میدانم که خواهم ماند و نزد همه شما توقف خواهم نمود به جهت ترقی و خوشی ایمان شما، تا فخر شما در مسیح عیسی در من افزوده شود به وسیله آمدن من بار دیگر به نزد شما. پس باری به طور شایسته انجیل مسیح رفتار نمایید، به طور شایسته انجیل مسیح رفتار نمایید، تا خوایم و شما را ببینم و خواه غایب باشم احوال شما را بشنوم که به یک روح برقرارید و به یک نفس برای ایمان انجیل مجاهده می کنید و در هیچ امری از دشمنان ترسان نیستید که همین برای ایشان دلیل هلاکت است، اما شما را دلیل نجات و این از خداست، زیرا که به شما عطا شد به خاطر مسیح نه فقط ایمان آوردن به او بلکه زحمت کشیدن هم برای او. و شما همان مجاهده است که در من دیدید و الان هم میشنوید، و شما را همان مجاهده است که در من دیدید و الان هم میشنوید که در من است. دوستان عزیز، این آیات هر کدامشون ما را وامی دارن که عمیقاً به تفکر و تعمق پرداخته و به زندگی و هدف و مقصود از آن توجه خاصی کنیم. به زبان ساده تر پولس میگه هنوز وجود من در این دنیا لازم است، پس خاطر جمع باشید در این دنیا کمی بیشتر میمانم تا کمکتون کنم که رشد کنید و در ایمانتون خوشحال بشید و قوی بگردید.
ماندن من شما را خوشحال میکنه و باعث میشه که وقتی پیش شما بیام مسیح را ستایش کنید که مرا سالم نگاه داشته است. ولی هرچه برای من پیش بیاد، چه شما را ببینم و از زندان آزاد بشم و چه دیگر شما را نبینم و بمیرم، یادتون باشه که شما وظیفه دارید که همیشه مثل یک مسیحی واقعی زندگی کنید تا همیشه خبرهای خوب درباره شما بشنوم که دوش به دوش من محکم ایستاده اید و تنها یک هدف دارید و آن اینه که پیغام دلنشین انجیل مقدس را با بی‌باکی به سمع مردم برسانید، بدون اینکه توجهی به کارشکنی اهریمن بکنید. این اتحاد و یگانگی و بیباکی شما برای دشمنان انجیل نشانه سقوط است، ولی برای شما نشانه واضحی است از طرف خدا که او با شماست و به شما زندگی جاوید عطا کرده است، چون خدا به شما این افتخار را داده است که نه فقط به او ایمان بیاورید بلکه برای او زحمت هم بکشید و در این مجاهده ما همراه شما هستیم، با هم هستیم. و بعد میگوید در گذشته خودتون شاهد بودید که چگونه به خاطر مسیح حتی در شهر خودتون زحمت کشیدم و همونطور که میدانید اکنون نیز در زندان در زحمت هستم، آن هم به خاطر بشارت انجیل. حضرت پولس در این آیات به مسیحیان یادآور میشه که زندگی آنان به خاطر مسیح راحت نخواهد بود، بلکه اکنون که مسیحی شدند در حقیقت در میدان نبرد قرار گرفتند. نبرد با خودخواهی، نبرد با غرور، نبرد با طمع و شرارت، نبرد و مبارزه با فساد، مبارزه با خودخواهی و خواهش‌های نفس و جسم و آرزوهای شهوانی. اما اینها تنها دشمنان مسیحیان نیستند، بلکه دشمنان دیگری نیز هستند که سعی دارند با تهدید و آزار عامل سقوط ایمان شما بشوند. میگوید آنان امیدوارند که بین شما اختلاف به وجود بیاورند، اما تمنا این که شما دوشادوش یکدیگر بایستید و متحد باشید. آنان میخوان مانع رسیدن مژده انجیل به دیگران بشن، چون وقتی مردم پیغام انجیل را بشنوند ایمان میآورند، ولی شما با بیباکی کماکان به فرمان منجی خود گوش بدهید و از آن اطاعت کنید و ترس را از خودتون دور کنید. تهدیدات آنان ممکن است حتی به بهای جان شما تمام شود، اما بدانید که قادر نیستند حیات ابدی رو از شما بگیرند. پس از آنان نترسید و همین جرأت و نترسیدن نشان و علامت پیروزی شماست. و فراموش نکنید که ما مسیحیان باید همیشه این گفته و دستور منجی خود را به خاطر بیاوریم که فرموده است از آنان که فقط قاتلان جسم شما هستند نترسید. از آنان که فقط قادرن جسم شما را نابود کنند نترسید، بلکه از کسی بترسید که قادر است هم روح و هم جسم شما را نابود کند، یعنی خدا. و ترس از خدا به معنی اطاعت از خداونده. شما از خدا اطاعت کنید و بدون ترس با شهامت و جرأت کماکان بشارت انجیل مسیح را به سمع مردم برسانید، زیرا بدین وسیله به شما ثابت خواهد شد که خدا با شماست. زیرا بدین وسیله به شما ثابت خواهد شد که خدا با شماست و او شما را نه فقط تنها نگذاشته بلکه قدرت عطا کرده تا بتوانید موفق و پیروز شده و وظیفه خود را به طور احسن انجام بدهید. دوست عزیزم، شاید شما در موقعیتی هستید که اگر بشارت بدهید زندانی میشی و یا بهت تهمت برسونن. شاید به خاطر تهدیداتی که مسئولین به شما نمودن ترسیدن و حاضر نیستید بشارت انجیل رو به سمع حق جویان برسانید. شاید از ترس جانت سکوت را برگزیده ای و به خود میگی چرا جانم را به خاطر رسانیدن بشارت انجیل به خطر بیاندازم. دوست من، اگر عقب نشینی کرده باشی شکست خورده ای، ولی اگر حاضر باشید که با شهامت در برابر دشمنان حیات و بخشش خدا بایستید، معجزه خدا در زندگیت آشکار میشه. البته میدونم که گفتن این جملات برای من آسانه و برای شما پذیرفتنش سخته، اما دوست من به کلام خدا توجه کن. این سخن را من نمیگم، بلکه حضرت پولس که خودش در زندان بود، عذاب بسیاری به خاطر مسیح کشیده بود، داره این حرفا رو میزنه که جفا دیدن به نام انجیل افتخاری است که خدا به شما عطا کرده و تحمل آن دلیل بارزی است که خداوند با شماست. تحمل آن دلیل بارزی است که خداوند با شما می باشد. فراموش نکنید که شما پیام حقیقت و راستی را در اختیار دارید
که هر گناهکاری نیازمند آنه. خدا به شما داروی شفا روح و روان را عطا کرده است و در اطرافیانتون هزاران بلکه میلیون ها روح و روان اسیر گناه و مرض ابدی که گرفتار شدن در برابرتون هستند. آنها به جهنم میرن. آیا خیال میکنید که خدا راضی خواهد بود که شما به این افراد کمک نکنید و داروی شفا بخش جسم و جان را به آنها ندهید؟ چرا داروی حیات بخش را از آنان باز می‌دارید؟ عیسی مسیح به ما میگوید اگر بتوانی نیکویی بکنی ولی از انجام آن باز ایستید، گناه کردید. اگر نیکویی را بدانی ولی از انجام آن باز بایستید، گناه میکنید. و دوست عزیز من و شما که صاحب کلام زنده خدا هستیم، من و شما که فیض خدا را چشیده و میدانیم خدا گناهان ما را به خاطر مسیح و در عیسی مسیح بخشیده است، من و شما که راه حیات و نجات را میدانیم، اگر سکوت کنیم گناه میکنیم. پس ای عزیزان، به طور شایسته انجیل مقدس مسیح رفتار نمایید و به یک روح و به یک نفس متحد شده برای ایمان انجیل مجاهده کنید و در هیچ امری از دشمنان ترسان نباشید که همین دلیل هلاکت ایشان است، اما شما را دلیل نجات و این از خداونده. و در هیچ امری از دشمنان ترسان نباشید که همین دلیل هلاکت ایشان است، اما شما را نجات است و این از خداست. پس به طور شایسته انجیل مسیح رفتار کنید. من برادر شما کشیش رضا مسعودی، تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای زنده یار و یاورتان باد. آنچه شنیدید برنامه‌ای بود از رادیو صدای انجیل. خوشحال می‌شویم که با ما مکاتبه کنید و از نشریات و ادبیات ما استفاده نمایید و از طریق شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. همچنین از طریق تلفن و ایمیل نیز می توانید با ما تماس بگیرید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن ما 201 616 920 1791. تکرار می کنم، 201 616 920 1791. تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای یکتا و مسیح زنده با شما باشد. ماراناتا، یعنی خداوند به زودی برمیگردد. آمین.